سلام دوستای عزیزم، امروز توی این ویدیو میخوایم به جایی سفر کنیم که توی دنیا نظیر نداره. آبشار آنجل مرتفع‌ترین آبشار جهان در ونزوئلاست که با 979 متر ارتفاع در پارک ملی کانایما در ایالات بولیوار کشور ونزوئلا واقع شده و طولانی ترین ریزشگاه اون از سطح صاف تخته تپه اوپان تقریباً 807 متر ارتفاع داره و عرض اون در پایه 150 متر هست. این پدیده در حقیقت بلندترین آبشار یکپارچه و پیوسته جهانه که در پارک ملی کانایما قرار گرفته و رودخانه کاراو سرچشمه اون هست. این آبشار 979 متری با سقوط آزاد 807 متر لقب بلندترین آبشار جهان رو به خودش گرفته و از دل کوههای آبیان به جنگلی در پایین دست خود سرازیر میشه و بیشتر این آب قبل از رسیدن به زمین به شکل مه در میاد. آب سرازیر شده از این آبشار در نهایت به رودخانه چورون میریزه که خودش شاخه‌ای از رود کاراو هست و این رود هم در نهایت به رود اوریونگو میریزه. آبشار آنجل در اعماق جنگل‌های ونزوئلا در جنوب شرقی اون و در قلب پارک ملی کانایما که بسیار وسیع است و از سال 1962 تحت حفاظت دولت ونزوئلا می باشد قرار گرفته. پارک ملی کانایما در اصل محل زندگی سرخپوستان پمون محسوب میشه و این پارک برای اولین بار در سال 1962 به عنوان پارک ملی معرفی شد. این منطقه در سال 1994 به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. آتش سوزی در این پارک موضوعی نگران کننده هستش و برای بازدید از پارک ملی باید هزینه‌ای رو به عنوان ورودی در فرودگاه کانایما پرداخت کنین و اینکه حتما مدرک واکسن تب زردی که قبل از سفر تزریق کردین رو ارائه بدین. دو آبشار مرتفع جهان به نام‌های آنجل و کوکنون در پارک ملی کانایما قرار دارند و البته آبشارهای کوچیک دیگه زیادی هم توی این منطقه شگفت‌انگیز وجود دارند که این پارک رو به جاذبه گردشگری تبدیل کردن و مسیرهای پیاده روی متعددی در این پارک وجود داره که سرخپوستان منطقه به دلیل گرم‌ها زندگی و شناخت کافی این منطقه بکر لیدرهای تورهای گردشگری هستند. پارک ملی کانایما زیستگاه 5 حیوان در خطر انقراض، جگوار، پلنگچه، مورچه‌خوار بزرگ، آرمادیلوی بزرگ و سمور آبی بزرگ هستند و حداقل 100 گونه پرنده در پارک ملی وجود داره که 29 گونه اون بومی هستند و یکی از شگفت‌انگیزترین پرندگان پارک ملی پرزبان گردنسیاهه که از منقار بزرگ خودش برای جمع‌آوری میوه‌های در حال رشد در جنگل‌های بارانی استفاده میکنه و حداقل 14 گونه مختلف مگسخوار توی این پارک وجود داره و حدود 500 نوع گیاه ارکید در اون رشد میکنن. کشور ونزوئلا از جمله کشورهاییه که معمولاً بارندگی‌های زیادی در اون به وقوع میپیونده و در واقع به دلیل همین بارش‌ها بوده که این آبشارهای بزرگ و زیبا متولد شدن. در فصل‌های خشک اندکی از میزان بارش کشور ونزوئلا کاسته میشه و در نتیجه آب و آبشار کم میشه اما به هیچ وجه خشک نمیشه. بلندی این آبشار به حدی که شما قادر نخواهید بود نقطه‌ای که از اون آب خارج میشه رو مشاهده کنید. حقیقتا این آبشار یکی از زیباترین و منحصر به فردترین آبشارهای کره زمینه. جالبه که بدونیم بلندترین آبشار جهان پیش از کشف آبشار آنجل آبشار توگلات در آفریقای جنوبی بود تا اینکه کاوشگر آمریکایی جیمز آنجل در سال 1935 اونو کشف کرد. این خلبان که سوار بر هواپیمای ریو بود به قصد فرود به منطقه آبشار آنجل نزدیک شد
اما به علت وجود گلوله‌های در منطقه هواپیماش دیگه نتونست بلند بشه و در گلوله‌ای گیر کرد و 11 روز با همسر خودش در این منطقه با کمی غذا دووم آوردن تا اینکه نجات پیدا کردن و تا 33 سال هواپیمای اون روی صخره‌های آنجل باقی موند و همکنون در مقابل درب اصلی فرودگاه سیوداد بیلوا قرار داره. پس فهمیدیم که بلندترین آبشار جهان به افتخار کاشف اون جیمی آنجل و به نام آبشار آنجل نامگذاری شد. پارک ملی کانایما با تنوع عجیب حیات وحش استوایی و چشم‌اندازهای پرهیبت و الهام بخشش دروازه آبشارهای آنجل به حساب میاد و تنها از مسیرهای هوایی قابل دسترسه و هیچ راه زمینی برای رسیدن به اون وجود نداره. یکی از راه‌های پرطرفدار برای رفتن به آنجل استفاده از قایق هست که اون هم پس از رسیدن و استقرار در کمپ امکان پذیره. قایق‌های کانون موتوری بین ماه‌های می و ژانویه به سمت بالای رودخونه حرکت می‌کنند و زمان این سفر متغیره، ولی به طور میانگین 5 ساعت از کمپ تا آبشار زمان میبره. اگه جریان آبشارها به اندازه کافی آروم باشه، گردشگران میتونن در حوضچه‌ها شنا کنند. آبشارهای کوچیک به سمت یک تالاب زیبا جاری میشن که به خاطر وجود مواد معدنی رنگ متفاوتی رو پیدا کرده و سواحل شنی کناره‌های اون رو فرا گرفته. بهترین زمان برای سفر به آبشار آنجل بین ماه‌های می و نوامبر هست. پارک ملی کانایما به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم میشه و در جنوب شرقی ونزوئلا و در امتداد بین مرز گویانا و برزیل واقع شده و این پارک در منطقه گرند سابانا قرار داره و آبشار آنجل در بخش غربی واقع شده. ارتفاع این آبشار عظیم تقریباً 22 برابر آبشار نیاگارا هست و همچنین ارتفاع آبشار آنجل 3 برابر ارتفاع برج ایفل هست. طبیعت دلانگیز و رودخونه‌های اطراف در کنار آبشار باعث شده تا این منطقه مقصدی برای تفریحات هیجان انگیز باشه، از صخره‌نوردی و پرش از ارتفاع گرفته تا بندبازی و قایق سواری در آب‌های رودخانه مجاور. کوه‌های عظیم با قله‌های مسطح اغلب دلیل اصلی گردشگران برای سفر به این منطقه هست و صخره‌های مسطح به نام تپویی به شکل دیوارهای عمودی یا دشت‌های مسطح در بالا هستند و ارتفاع آنها به بیش از 1000 متر میرسه و قدمت آنها بین 1.5 تا 2 میلیارد سال تخمین زده شده. و کوه رورایما بلندترین تپویی در پارک ملی و آریان تپویی نیز آبشار آنجل را در خودش جای داده و به همین دلیل بین گردشگران مشهوره. آبشار آنجل برای دوستداران عکاسی مکان بسیار جالب و بکریه. ارتفاع بلند، آب آبی، سرسبزی جنگل، عکس‌های خارق‌العاده و حیرت انگیز رو خلق می‌کنند. تنها از سال 1990 گردشگران مجاز به بازدید از آبشار آنجل شدند و اولین نفری که با پای پیاده و تجهیزات ابتدایی بر فراز آبشار آنجل رفت و صخره‌نوردی کرد الکساندر لیم نام داره که اردوگاه کانایما رو نیز اون تأسیس کرده. منظره فرو ریختن 10,000 تن آب از لبه یک صخره یا فوران کردن آب از دل کوه‌ها همیشه برای انسان هیجان انگیزه. آب آبشار آنجل فقط و فقط از بارش‌های باران تامین میشه و هیچ منبع دیگه‌ای مانند ذوب یخچال‌های طبیعی، دریاچه‌ها یا رودخانه‌های پهناور بزرگ وجود نداره. این مسیر گردشگری خطرهای خاص خودشو داره و باید در مقابل گزند مار و حشرات موذی هوشیار بود. کانو اسم قایق‌های گردشگری این منطقه است که همیشه پر از توریستای ماجراجو و عکاسای تیزبین و کنجکاوه. آب رودخانه در فصول مختلف متفاوته و در فصول بارش پر آبه و در فصلهای کم بارش تا جایی کم آب میشه که در قسمت‌هایی باید قایق رو به دوش بکشین و سپس در جایی که پر آب میشه باز کشتی رو توی آب بندازین و به قایقرانی ادامه بدین.
بهترین زمان سفر به آبشار آنجل بین ماه‌های می و نوامبر و بین دسامبر و آپریل احتمال بارش باران بسیار کمه و با وجود اینکه همه آبشارها فعال هستند ولی به علت تبخیر به باریکه‌های کمجان تبدیل میشن. دوستای عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو واسهتون جذاب بوده ویدیو رو لایک کنین و اگه دوست دارین از این دست ویدیوها که مربوط به مناطق گردشگری و دانستنی هست رو از دست ندین، کانال رو ساب کنین. آبشار مرتفع بعدی که البته خیلیا اونو به جای آبشار آنجل مرتفع ترین آبشار جهان میدونن، آبشار توگلا در آفریقای جنوبیه. این آبشار 948 متر ارتفاع داره و در کوه اژدها در رویال پارک ملی ناتال جاری هست. هنگام بارش سنگین باران این آبشار از مسافت‌های خیلی دور و جاده اصلی پارک قابل رؤیت هست. منشأ آبشار توگلا رودخانه توگلاست که از کوههای فلات مونت آکوسورس سرچشمه میگیرند. تعداد طبقات این آبشار 5 هستش که طول بلندترین طبقه‌اش 411 متر میباشه. این آبشار مجموعی از چند آبشار فصلیه و طبیعتی دلانگیز و مسحور کننده به نمایش میذاره. زمانی که آب در حال سقوط خودش قرار میگیره و از بالای تخت سنگ‌ها به زمین میریزه، مثل یک آمفی‌تئاتر زیباست که حیرت انگیزترین صحنه رو به نمایش میذاره. از پای آبشار توگلا میتونیم با کوهپیمایی و صعود با استفاده از نردبان زنجیری نصب شده به بالای آبشار برسید که حدود 5 الی 8 ساعت زمان میبره و همچنین از چندین مسیر زمینی و رانندگی هم میشه به آبشار رسید. بهترین زمان مسافرت به این آبشار خارق‌العاده بین ماه‌های مارس و آوریله و آبشار بعدی آبشار ترس هرمانس نام داره که در جنگل ملی حفاظت شده اتیشی در منطقه آیاکوچو در کشور پرو قرار داره. ارتفاع این آبشار 914 متر هست و عرض آبشار 12 متر. نام این آبشار در زبان اسپانیایی به معنای سه خواهر است، چون که سه ریزشگاه با سطح مشخص داره. و اما آبشار گوکتا کاتاراکس که در منطقه دورافتاده در استان آمازونیان پرو واقع شده و از مرتفع ترین آبشارهای دنیاست. اما تاکنون ارتفاع دقیقش اندازه گیری نشده، ولی برخی منابع اونو به عنوان سومین آبشار مرتفع جهان میشناسند. بومیان این منطقه این آبشار رو از سالیان خیلی دور میشناختن، ولی به دلیل ترس از طلسم پریان اون رو به شکل یک راز نگه داشته بودن تا اینکه در سال 2005 یک کاوشگر آلمانی از این آبشار دیدن کرد. رودخانه کوکاهوایکو آب این آبشار چندین ساله رو تامین میکنه و سقوط 2 طبقه این آبشار زیبا از چندین کیلومتر دورتر نمایان هست. و نام این آبشار از روستایی در نزدیکی این آبشار گرفته شد. این آبشار به دلیل اینکه سالیان زیادی از کشفش نگذشته هنوز میان گردشگران زیاد شناخته شده نیست. دوستای عزیزم، مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین.